از نمونه توفیق خداوند برای بندگان مؤمنش این است که اگر شخصی به ایمان مسئولیت مسلمانان را بر دوش گیرد، شاید از بعض چیزها بیخبر میماند و برای آن پگاه نزد الله جوابگر می شود. اما خداوند با لطف خویش او را از آن باخبر می کند. اگر او نزد آن حاجت نآید، خدا آن حاجت را نزد او می آورد. مثال این قصه است که امام مالک از یزید ابن رمان نقل کرده‌اند. بار حضرت عمر رضی الله عنه برای دیدن خیبر می برایند. آنجا زیر درخت برای استراحت به قیلوله می روند. در همین حال زنی از عربها که آن کس را نمی شناخت نزدشان آمده به پایشان می رسد تا بیدارشان کند. حضرت از آن بیدار می شوند و می پرسند: با تو چی شد؟ ای بنده خدا، چی می خواهی؟ آن زن می گوید: من در روی شما خیر می بینم. آن زن نمی دانست که این شخص امیر مؤمنان عمر بودند. اما چنین می گوید: تعجب آور آن است که حضرت در خواب بودند و در اطراف مردان دیگر زیاد بودند. اما آن زن دانست که نیازش را محض همین کس می برارد. البته خدا او را ناامید نکرد. آن زن می گوید: من در روی شما خیر می بینم. امیر مؤمنان سال گذشته محمد ابن مسلمه را به نزد ما برای جمع کردن زکات و تقسیم کردن آن به حقداران فرستاده بود. او باید زکات را از بایها گرفته به کمبغلان تقسیم میکرد، اما او به من چیزی نداد. من یک زنی بیوه هستم که چند فرزند یتیم دارم. من شنیدم که عمر امسال هم برای این کار او را میفرستد. حالا میخواهم که همراه من نزد محمد ابن مسلمه روی و برایش بگویی که اگر امسال برای این کار مسئول شد به من نیز از آن زکات دهد. عمر به یرفع که خادمشان بود گفتند: رو به محمد ابن مسلمه بگوی که نزد ما آید. آن زن با حیرت میگوید: من چنین نگفتم. میخواهم که تو با من به نزدش روی. عمر رضی الله عنه میگویند: اگر او نآید بعد ما میرویم. یرفع نزد محمد می رود و می رساند که امیر مؤمنان او را به نزدشان می خوانند. او تعجب می کند و می پرسد که حضرت چی می خواهند؟ خادم می گوید: نمیدانم، ولی دیدم که نزدشان زنی ایستاده بود. او می فهمد که کسی برای شکایت آمده است. بعد می رود. وقتی نزدیک می شود می گوید: السلام علیکم ای امیر مؤمنان. زن می فهمد که آن کس حضرت عمر رضی الله عنه بودند. شرم میکند و دامنش را سر و بر میکند. سپس حضرت به محمد ابن مسلمه میگویند: آیا میدانی پیش از اسلام چه خیل بودیم؟ میگوید: ای امیر مؤمنان، اجازت دهید فهمانم. حضرت ادامه میدهند: ما همه از یک سر میخوردیم. همه عرب ها دشمن ما بودند. ما با اندازه کم بودیم که سر یک حیوان برای همه ما می رسید. اکنون زیاد شدیم. سروری مردم را به دست داریم. او باز می گوید: حضرت اجازت دهید فهمانم. حضرت سخنشان را ادامه می دهند: من تو را سال گذشته برای جمع زکات از مردم اینجا فرستاده بودم. باید از بایها می گرفتی و به کمبغلان می دادی. اما تو باشی به این زن چیزی ندادی. او می گوید: ای امیر مؤمنان، من این کار را قصدا نکردم. شاید من خطا کردم. شاید او نزد من نآمده بود. حضرت میگویند: اگر امسال هم تو را برای این کار مسئول کنیم، به این زن حق سال گذشته و امسال را نیز میدهی. بعد به آن زن نگریسته میگویند: حالا به خیبر بیا تا آمدنی وقت زکات برایت چیزی میدهیم. من در چنین حادثه ها لطف خدا را به بندگانش میبینم. لطف خدا به این زن، به یتیمان او، لطف خدا به امیر مؤمنان حضرت عمر رضی الله عنه. خدا نگذاشت که حضرت عمر برای این یتیمان پگاه در قیامت جوابگر باشند. وقتی از حال او بیخبر ماندند، خدا آن زن را پیششان آورد در حالی که خواب بودند تا جوابگری از گردنشان ساقط گردد. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.